سلام رفقا، امروز اومدیم با یه ولاگ ژیمناستیکی. خب استارت تمرینمو همیشه با وارماپ و اندو و اینجور داستانا شروع میکنم که همیشه خودم سر اشتماشام درد میگیره ولی باید برم. و بعد استرادلام باید برم سراغ تمرین باله، چون که یه روبیکار همیشه باید تمرین باله انجام بده و نیاز دیگه واسه قوسه کف پامون و چیزای دیگه که بهتون نمیگم. بعد اونم دیگه میرم سراغ تمرین دیفیکالتیم. با اولیش آفاکسیس تو پوشاپ شروع میکنم که آخ جون پوشاپامو گرفتم. بعدش سیزرز، استرادل و یک ایفرمم تهشو و اینجا میپرم زارت میتر که اونا و اینجا هم باترفلایم. ولی بیاین قبول کنیم که باترفلایم خیلی تازگی بهتر شده، چون دیگه من داره پیرم در میاد دیگه. و بعد دیفیکالتی هم میرم بدنسازی که من اونا رو ازش فیلم نمیگیرم که نبینید. بعدش هم انعطافی آخر تمرینم که الان دارم جر میخورم و اینجا هم اصلا من تتومو نمیخوام بهتون نشون بدم. خدافظ.